سلام و روز بخیر دوستای عزیز. من امروز بر شما به خاطر افطار فروت سالاد بر شما یاد میتم که چه قسم تیار میشه و چی انداخته میشه در بینش. هر قسم میوه که دوست دارین شما میتونین که اضافه کنین. من اینجا انار، سیب، ناک، خربوزه، انگور، استرابری، ام، کیله اینا رو من کلش توته میکنم و در یک ظرف اضافه میکنم و یک گلاس چایخوری از اورنج جوس اضافه میکنم همراه 2 قاشق غذاخوری بوره. اگر شما دوست ندارین که جوس و بوره اضافه کنین میتونین که از کول ویپ اضافه کنین یا میتونین که فرنی تیار کنین بانین که سرد شوه و در فرنی اضافه کنین هم اوتر خوبش میایه. خب هر قسمی که دوست دارین. من در بینش 1 گلاس از اورنج جوس اضافه میکنم و 2 قاشق غذاخوری بوره که کمک شیرین شوه. یا هم دلتان است اگر نمیخواین اضافه نکنین. خب من تمام میوه را توته میکنم در بین ظرف اضافه میکنم. بعد از باز جوس و بوره را اضافه میکنم. خب ما تمام میوه را توته کردم و در اینجا انداختیم. حالا تقریبا با اندازه و قدر ضرورت از اورنج جوس میپرتیم و بسیار کمک بوره از خاطر که شیرین شود. این را خوب مکس میکنیم و استرابری را در وقتی که باز ما افطار شد او وقت توته میکنیم به خاطر که استرابری رنگ میده و رنگ سالاد خراب میکنه. خب این طرز تهیه فروت سالاد. گفتم بازم اگر شما جوس و بوره نمیخواین اضافه کنین میتونین که کریم اضافه کنین یا همراه فرنی مکسش کنین و در یخچال بانین تا وقت افطار سرد شوه و نوش جان کنین. خب دوستای عزیز خدا کنه که خوشتان آمده باشه. تشکر. خداحافظ.